درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. شعله گلخوجه هستم در خدمت شما از استودیوی مرکزی. نخست توجه کنید به سرخط موضوعهایی که در 15 دقیقه امروز 14 مارس اطرافشان صحبت خواهیم داشت. مرافعه نوبتی چهارشنبه 5 ساعت ادامه کرد. پیوندان به حکم عادلانه دادرس امید می‌بندند. توجیکانی که شهروندی اوکراین را دارند به حمایت از این کشور سفربر خواهند شد. و ناآرامی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان کاری کشاورزان تاجیک را به تأخیر انداخت. من واسه فلاجه نکام تین جدا واس کارکران نشسوده تراکتور در آورده نکو کشتی کارکران نکو. امروز در شهر دوشنبه مرافع دوم دادگاهی چهارشنبه ورزشگاه مهاری بهای آمیخته برگزار شد. محکمه در بینای بازداشتگاه وزارت عدلیه دایر گردید و این بار هم به خبرنگاری رادیو آزادی اجازه شرکت را ندادند. اشتراکداران مرافع گفتند در دادگاه بین وکیلان دفاع و دادستان بحث‌های زیاد شده است. مولا رجب و براد یوسفی در این باره گزارش می‌دهند. مرافعه دوم دادگاه چهارشنبه ورزشکار و بلاگر معروف تاجیک امروز 14 مارس در بینای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه ساعت 10 آغاز شد و قریب تا ساعت 15 ادامه کرد. نجیبه شیرینبک و یک از پیوندان چهارشنبه بعد بیرون شدن از مرافعه به رادیوی آزادی چنین گفت: در این جلسه دادگاهی شاهدان جانب ایبدار کننده پرسیده شدند. همچنین وکیلان دفاع چهارشنبه نیز پرسیده شدند. شاهدان طرف ایبدار کننده را دعوت کردند که به جانبداری از حقوق چهارشنبه برآمد کردند. همچنین در این جلسه وکیلان دفاع چند درخواست مهم پیشنهاد کردند که برای دفاع از چهارشنبه اهمیت استراتژی دارد. هرچند دادرس این درخواست ها را کشاده باقی گذاشت، یعنی به این درخواست ها قرار نهایی قبول نکرد، ولی ما امید داریم که در صورت بررسی عادلانه پرونده دادگاه قرار درست قبول میکند و وکیلان دفاع میتوانند واقعیت را دفاع کرده حق قانونی چهارشنبه را تامین. در نظر است که مرافعه نوبتی چهارشنبه روز جمعه 18 مارس در همین بینای بازداشتگاه برگزار شود. طبق اطلاع دریافته در این مرافعه ممکن است دادستان و یا ایبدار کننده دولتی برآمد کرده بعداً دادرس حکم خود را اعلان نماید. البته ممکن است این کار باز هم به تأخیر افتد. چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمیخته روز 31 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج و در شهر دوشنبه بازداشت شد. مقامات در آغاز علیه این ورزشکار با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت عمومی برای سرنگونی حکومت طریق اینترنت پرونده باز کردند. بعدتر اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی از پرونده این ورزشکار حذف شد، ولی از روی اتهام دعوت به سرنگونی حکومت این ورزشکار را سالهای طولانی زندان تهدید می‌کند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه. رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. طول یک هفته اخیر صدها توجیک از ترس جنگ از اوکراین به اروپا پناه بردند. مقامات توجیک گفتند که نزدیک 1700 شهروند توجیکستان از این کشور بیرون شدند، ولی بیش از 3000 نفر دیگر هنوز در اوکراین باقی ماندند. سرنوشت آنهایی که به کشورهای اروپایی آمدند چی خواهد شد و آنهایی که هنوز در این کشوری درگیر جنگ ماندند چی خواهند کرد؟ در این باره از همکارم مومین احمدی میپرسیم که این موضوع را پیگیری کرده و حالا در استودیو با ماست. مومین سلام. خب آنهایی که به کشورهای اروپایی رسیدند در کجا جایگیر شدند و چه تعدادی از آنها به وطن برگشتند و عموما شرط بازگشت به تاجیکستان چیست و باید حتما همه شهروندان برگردند؟ بله شهلا، سفارت تاجیکستان در آلمان خبر داد که در 2 پرواز از لهستان یا پولشا به تاجیکستان 305 نفر از جمله دانشجویان و زنان و کودکان را به وطن بردند. در سفارت گفتند که بیش از 60 کسی دیگر در پولشا درخواست بازگشت به تاجیکستان کردند و در صورت از 100 نفر بیشتر شدن خواهشمندان هواپیمای ویژه شهروندان را برمیگرداند. برگرداندن شهروندان رایگان و با کمک آژانسی فرانتکس و خدمات مرزبانی پولشا صورت میگیرد. در سفارت تاجیکستان در آلمان به رادیو آزادی گفتند که تنها خواهشمندان و آنهایی که همچون سیاح یا به کارهای موقتی به اوکراین آمده بودند به تاجیکستان برگردانیده می شوند. اما شهروندان تاجیکستانی که در اوکراین حق اقامت داشتند می توانند در کشورهای اروپایی بمانند.
امام‌الدین ستاری سفیر تاجیکستان در آلمان گفت که برای آنهایی که حق اقامت قانونی در اوکراین را داشتند بازگشت حتمی نیست و آنها شرایط کار و زندگی یک ساله در کشورهای اروپایی را می توانند به دست بیارند. او گفت که آنهایی می خواهند به وطن برگردند خود را نامنویس می کنند و به مشکل برگردانیده می شوند. از طرف دیگر به گفته سفیر آنهایی که موقتا در اوکراین بودند و حق اقامت نداشتند یا سندهایشان درست نبود مهلت برای بازگشت به وطن داده می شود. مومین آنهایی که هنوز در اوکراین باقی ماندند تلاش بیرون شدن از این کشور را دارند؟ در اوکراین شهلا بیشتر آن شهروندان باقی ماندند که یا امکانی بیرون شدن ندارند و یا برایشان اجازت نمیدهند که از این کشور برایند. مثلا در شهرهای خارکوف، زاپاروژه، اودیسا و کیف شهروندان ما بیشتر ماندند. به مردان تاجیکی که حق اقامت دائمی دارند و یا شهروندی گرفتند اجازت بیرون شدن نمیدهند و آنها باید به دفاع از اوکراین برخیزند. در اوکراین به مردان از 18 تا 60 ساله بیرون شدن اجازت نیست. برخی همسرانشان را فرستادند و خودشان در اوکراین ماندند. مثلا روز گذشته از شهر زاپاروژه زنی حامله تاجیک با 2 کودکش به پولشا رسید ولی گفت که به شوهرش اجازه رفتن ندادند. زن دیگری در کیف که شوهرش را اجازه بیرون رفتن ندادند خودش هم بیرون نشده است و گفت که همراه با شوهرش در منزل در بیرون از شهر کیف زندگی میکند. حالت‌های هم هست که شهروندان تاجیکستان را از کشورهای اروپایی دوباره به اوکراین فرستادند. مثلا امروز فاطمه یک زن 47 ساله با 2 کودکش که 3 روز پیش به جمهوری چک وارد شده بود دوباره بر شهر پالتاوای اوکراین پس گردانیدند. او گفت که مقامات چک گفتند که سندهایش کمبودی دارد و بیرونش کردند. در عموم تاجیکانی که در اوکراین هستند خیلی در هراسند. زود در شهرهای اوکراین بانگ اضطراب زده می شود و آن شهروندان به پناهگاه ها می گریزند. در جنگ روسیه با اوکراین امروز که 19 روز گذشت هنوز معلوم نیست که کی آن به پایان می رسد. تشکر مومین برای معلومات فراگیر. در واقع بینندگان عزیز نیزه و تیرپرانی حیاتی ساکنان را به هم میزند. در این باره بعد یک آگهی صحبت خواهیم کرد. برنامه اخبار آزادی را ادامه می‌دهیم. یک روز بعد از گفت و شنید و سوزش طرف‌ها در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان، ساکنان دهه سامانیان جماعت چورکو از تکرار تیرپرانی در مرز خبر دادند. آنها همچنین عکس و نوارهایی را از خانه‌های خود فرستادند و میگویند به آرامی در اینجا باور ندارند. فرزندانشان همانا به مکتب و دهقانان سر زمین‌های خود نمی‌روند. از اینجا گزارشی داریم که فرزند محمدی تهیه کرده است. پس از حادثه‌های آخر هفته گذشته در جماعت چارکوه شهر اسفره هنوز هم ساکنان دهه‌های مرزی در خود احساس ناامنی دارند. باشندگان دهه‌های مرزی سامانیان و خواجه اعلای جماعت چارکوه میگویند این وضع نظام زندگیشان را به هم زده است. آنها نگرانند که فرزندانشان از تحصیل دور میمانند. 3 روز میره من خودم میبرم دیگه نمیره. چون که پسر میشه جنجال میشه قربت کفال میشه. یختش نمیره چون من دویم خواه باشد مکتب نرفته. یک بار که رفت در موند معلم بابا نبی اصول که آور موندن. راهی مکتبیان از نزدیکی کوچه های قرقیزنشین میگذرد. هر وقت که ناآرامی سر میزند آنها از رفتن به مکتب میهراسند. از 200 خواننده این مکتب بعد حادثه های 10 و 11 مارت نفری را در صنفخانه های آن ندیدیم. حاضر پایان نده خودش زنگ موندگی نی همه ایواکاسه شده برفتگی. مکتب بچه ها چی؟ مکتب بچه ها آخر مادرش برای همش میبرود دیم هیچ کی نمیمونه. در سر کشتزار کشته شدن یک سرباز تاجیک از جانب سرحدبانان قرقیز اکثر دهقانان این منطقه را ترسانده است. این حادثه در زمین خواجگی دهقانی تخمی پروری رقم 4 چارکوه هنگام نهالشینانه کشاورزان تاجیک رخ داده است. سعید حیدروف کشاورز دهه خواجه الان نیز میگوید امسال به سبب از جانب قرقیزتباران خلل رسانیدن نمیتواند 60 صدیک زمینش را کشت کند. من از پلاژه نکام تین جدام از کارکران نشسوده
трактор даровра накор кишти кор кара накор хай нест возможность ки мо ҳамина кунем як замоно тинҷӣ мешуд ки тракторро меоварем кор сар мебарем аз тарафи мисол сокинони қирғизам ҳаминҷа ба ман гуфтам бекор ҳаминҷа солдат авропа ҳафтаги хайр кор кунӣ намемона جنگ و جوشا بسیار شد از خانم آنده کار کنیم حالا یک تا پق چقدر گرفته میبره خلق به بینهایت جو شد همه ما گفتن احتیاط چه بهتون اما خود ما زندگی ما باید شلق دید بچه کچک ما میکردن نمیتونیم تامین کنم دو روز بعد از تیراندازی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و هلاکت یک سرحدبان تاجیک مقامات دو کشور پس میز مذاکرات نشسته و راههای پیشگیری از تکرار این گونه حادثه ها را بررسی کردند. در پایان ملاقات رجب علی رحمانعلی سردار ریاست سرحدبانی تاجیکستان و اولاربک شرشیف همتای قرقیزش یک سند امضا کردند ولی ساکنان از تیرپرانی دیگرباره در مرز خبر داده و احتمال تکرار چنین حادثه ها را بیان داشتند. حاضر من تو همین پیش از شما تو بشید نمیدونم وای بالون کفید می وای اندوخت می دنباس شد یگون کازمون همو گرفته اومد که کی اندوخت می شما نام حاضر اومده این کورو توغرق وزمی ایستاده پسکر بیاد مجلس کنند ما بگود من این کشتگی آدم فلان جزاش دید گود که اقلا ماها یک رزگی مثال خیلی آرام شده ممکن که نه شب خوب نه روز خوب یگون خیلی روز دیگر اپشتی همه خیلی آدم ها من چند کس مرد من دلکم که همینای ما یک بار آشکارا کنم مرز دقیق نشده تاجیکستان و قرقیزستان هر چند وقت باعث درگیری می شود که کشته و زخمی و اکنون حالت وهم را از خود به جای می گذارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. дар балҷивон бошад муовини раиси нояро иваз карданд гуфта мешавад шикоятҳои зиёди сокинон боиси аз вазифа сабукдӯш гардани ҳасан иброҳимзода шудааст. тафсилот дар гузориши маҳмудҷон раҳматзода. ҳасан иброҳимзода бародари вазири нақлиёти тоҷикистон азим иброҳим то декабри соли 2021 муовини раиси ноҳияи балҷивон ва масъули сохтмони замин буд. хабари барканории ӯ акнун дастрас шуд. дар ҳукумати балҷивон гуфтанд ки иброҳимзода бо дастури президент барканор гардид. президенти ҷумҳурии тоҷикистон нестаст нисбати иброҳимзода аллакай аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чораҷӯӣ карда шуд. муҳтарам иброҳимзода ҳастанд ҳамҷа муовин буданд ку аз мансаб озод карда шуд. ҳасан иброҳимзода ба зангҳои пайдарпай мо ҷавоб надод. то барканор шуданаш сокинон аз корҳои ӯ шикоят мекарданд. яке аз онҳо саидмумин давронов сокини деҳаи шифочашма аст ки мегуфт дар давраи кории иброҳимзода мехостанд 2 гектар боғи бунёд кардаашро бо роҳи ғайриқонунӣ аз ӯ бигиранд. ӯ дар ин кор ҳасан иброҳимзодаро гунаҳкор медонист. мувофиқи ҳамин ҳуҷҷатҳо мо дар ҳаминҷа боғ бунёд кардем. муовини раиси ноҳия иброҳимзодаи ҳасан додари азим иброҳим вазир омада ҳо анамо болои тор фармон додае ки айнамиҷа замина ҷидо кунен ҳамура битен замина ҷидо кардан ҳамура додан бе ягон асос. чунин шикоятҳо зиёд буданд. инро раиси ноҳияи балҷивон бахтиёр сафарзода ки моҳи ноябри соли гузашта ба кор сар кард тасдиқ мекунад. осе ки дар нишасти матбуоти прокуратураи вилоят пешниҳод карданд 400 адад қарори раисони шаҳру ноёб дар натиҷаи эътироз овардани прокуратураи шаҳру ноёб ва ҳамчунин прокуратураи вилоят бекор карда шудааст. аксари онҳо наздик 80%шон вобаста ба масъулаи замин аст. шикоятҳо марбут ба тақсими замин ки ба дастгоҳи президент мерасанд барои санҷиш ба раиси вилоят ва додситонӣ фиристода мешаванд. саидмумин давронов мегӯяд бо вуҷуди он ки иброҳимзода барканор шуд товони зараре ки ба боғи ӯ расид пардохт нашуд. ноҳияи балҷивон дар ҷануби тоҷикистон ҷойгир буда баландкӯҳ ба ҳисоб меравад. аз 31 000 сокинони он қисме дар муҳоҷират буда қисми дигар бештар ба чорводорӣ ва боғпарварӣ машғуланд. маҳмудҷон раҳматзода, озодӣ, балҷивон. бинандагони азиз, дар ҳамин сониҳаҳо нашри навбати ахбори озодиро ба поён мебарам. ташаккур ки то охир моро тамошо кардед. ман ҳамаи шуморо фардо дар барномаи сархати рӯйдодҳо мунтазирам. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдоратон.